این پست ما رو از دست ندید و تا آخر ببینید که یه پست متفاوته با 2 تا جعبه ارسالی جنجالی. چند روز پیش یه آقا پسری به اون پیام دادن و 2 تا دستبند چرم سفارش دادن برای دوست دخترشون. امروز که پول رو واریز کردن، در کنار فیش یه دلنوشته هم نوشتن و فرستادن برای ما که ما بنویسیم داخل برگه و بفرستیم به آدرس هایی که میگن. یعنی در واقع به 2 تا آدرس قرار بود ارسال بشه. حالا قضیه از اینجا جالب میشه که ما فهمیدیم فیشه فیکه و هیچ مبلغی به حساب ما نیومد. حالا ما نخواستیم این آقا پسر رو ناراحت کنیم و خواستیم که یه کادو از طرف گالری نارسیس بهشون هدیه بدیم. کادوها رو میذارم داخل جعبه و این دلنوشته برای سحر خانومه که میفرستیم برای آرزو خانوم از طرف ایشون. اینم برای آرزو خانومه میفرستیم برای سحر خانوم. این کارو کردم که درس عبرتی بشه که دیگه نه فیش فیک بفرستی، نه ما هیچ پیج دیگه ای و هیچ وقت دیگه از این کارا نکنیم. امیدوارم این پست ما رو دیدی ناراحت نشید.